ساعت به وقتی پرگر رسیده است و بینندگان عزیز، چون همیشه من شالگل خوجه در همین وقت برای شما در چند دقیقه دیگر سرخط خبرهای روز رو میرسونم و البته باور دارم که همه شما از اون رو در بخش مستقیم برنامه خبری نیز خواهم دید که رسول 3 ساعت پس تقدیم شما می شود. شماره مهاجرین توجیک در روسیه افزوده، قاعده ویرانکنی آنها کمتر شده است. این حرفها از سوی نمایندگان روسیه امروز در یک نشستی در دوشنبه صدا داد که به بررسی وضع مهاجرت و تاثیر این روند به خانواده‌های آنها بخشیده شده است. در همکاران ما از این نشست خبر می‌دهند امورهای زیادی تا این لحظه ها درباره بود و باش مهاجرین توجیک در روسیه گفته شد که حتما در برنامه خبری برایتان پیشنهاد میکنیم و باید گفت که هر سال هزارها شهروند قابل کاری تاجیکستان برای دریافت ریسک و روزی به روسیه میروند. در گذشته برخی آنها مورد حمله ملتگراها قرار میگرفتند، اما طی 2 سال اخیر بیشتر به عضویت در گروه‌های تندرو، همکاری با سازمان‌های تروریستی و دست داشتن در قتل‌های پر سر و صدا متهم شده دستگیر یا کشته می‌گردند. از جمله طبق خبرهای آخرین کارمندان FSB در یاقوتستان روسیه در پی یک عملیات 20 نفر از مهاجرین توجیک را دستگیر کردند. گفته می شود بازداشت شده ها به آن متهم می شوند که در یکی از کوچه های شهر یاکوتسک بدون ثبت نام نمازخانه را تشکیل کرده امام توجیک به نمازگزاران عقیده های افراطی را تبلیغ می کرده است. در این مورد 3 ساعت پس برای شما بینندگان عزیز معلومات میدیم. امروز پرزیدنت تاجیکستان ضمن ملاقات با کادرهایی که به وظیفه‌های سطحی رهبری کننده ساختارهای نظامی و حفظی حقوق و ترتیبات تعیین گردند مناسبت جدی را در فعالیتشان طلب کرده است. بر علاوه بنا به خبری که در دفتر مطبوعات ریاست جمهوری آمده است، در نظام زندان‌های کشور تغییرات کادری جدی صورت گرفته است. در برنامه خبری عاید این تغییرات برای شما جزئیات خواهیم داد. ضمن تاجیکستان در 9 ماه اخیر شاهد 2 آشوب پرقربانی در زندان‌ها گشت و 2 هفته پیش ضمن انتقال محبوس‌ها از یک زندان به زندان دیگر 14 نفر هلاک شدند. چون درباره زندان‌های تاجیکستان گفتیم، عاید زندان‌های روسیه نیز در برنامه امروز خواهیم گفت. کارشناسانی که اذیت محبوسان در زندان‌های روسیه را تحقیق می‌کنند ابراز داشتند که آنها نوارهای بیشتری اذیت محبوسان در زندان شهر یاروسلاو را پیدا کردند. این نوارها را هفته روان روزنامه روسی نوای گازета نشر کرد. این تحقیقات سال گذشته آغاز گشت و اون زمان نوای گازeta اولین نواری شکنجه دست جمعی محبوسان از طرف ناظران زندانی یاروسلاو را نشر کرده بود. بعد از آن ناظران تمام نوارهایی را که کامراهای نصب شده در تن آنها ثبت کردند از بین بردند، ولی کارشناسان توانستند چند از این نوارها را برقرار کنند و آن بینندگانی با که عصب قوی دارند این نوارهای خشونتبار را در نشر اخبار امروزه میتوانند تماشا کنند. آرزوی زنده ماندن و آخرین امید عائله دستکوته برای تبابت از سرطان. طبق امور رسمی در تاجیکستان صدها کودکان و نورسان گرفتاری سرطان هستند. پزشکان میگن در 90% حالتها گرفتاران سرطان لیمفای خوج صحت می‌یابند اگر البته پدر و مادر سری وقت تبابت پیشنهاد شده را قبول کنند. اما خانواده‌ای که این فرصت را از دست داده است اکنون ناچار برای تبابت پسر 11 ساله به پزشکان خارجی مراجعت کرده است و از افراد خیرخواه کمک می‌خواهم. در برنامه امروز گزارشی را در این باره پیشنهاد شما خواهیم کرد و درباره آن میگوییم که دیروز در راه به سوی ولایت جنوبی ونی ترکیه یک اتوبوس خرد از راه بیرون و سپس در نشیبی راه سر و زیر شده است. خبرگزاری رویترز نواری صدمه را نشر نموده تفصیلات بیشتری در این باره نداده است، ولی انتوای ترکیه از قبل والی استان ون گفته است که قربانی ها ظاهرا مهاجران غیر قانونی از افغانستان، پاکستان و بنگلادش بودند. سالهای اخیر میلیون ها مهاجر از کشورهای آسیا و آفریقا به واسطه ترکیه به اروپا هجرت میکنند. رادیوی آزادی شب گذشته نواری صدمه را در آزادی ویدیو نشر کرد و تا این لحظه که من با شما صحبت دارم این نوار رو 90,000 از کاربران تماشا کردند و البته شما نیز بینندگان عزیز میتوانید به این بینندگان ما بپیوندید. خب با سپاس از یکایک شما که در چند دقیقه مرا همراهی کردید و البته فراموش نکنید تفصیلات اون مطالبی که حالا من برای شما گفتم در برنامه خبری پیشنهاد شما میشد، البته در شکل گزارش، و از این خاطر همه شما رو منتظر میشویم. فراموش نکنید در آزادی ویدیو در کانال مستقیم رادیو آزادی در یوتیوب.